سلام بچه‌ها، چطورید؟ ساعت 8:10 شبه. الان از سر کار تعطیل شدم دیگه. گفتم ویلوگو از الان شروع کنم، منتظر اتوبوسم دیگه بریم باشگاه که ویلوگ روز پاه. به شدت خستم ولی از پسش برمیام دیگه. هر طور شده ویلوگو آماده میکنم چون میخوام دیگه 4-5 روز یه بار حداقل ویدیو بذارم. بریم تا بعد. خب بچه‌ها متاسفانه امروز دستمالمو حولمو یادم رفت بیارم دیگه. رفتم ازشون پرسیدم، گفتم حوله دارید؟ حولمو نمیبردم متاسفانه دیگه. یه حوله شنگولی بهم دادن. چی میگم، با مزه است. من استاد گرم کردن نیستم ولی امروز بریم یه ذره گرم کنید ببینیم. سعی میکنم سریع بزنم. من معمولا گرم کردن 10 دقیقه تا یه ربع طول میکشه ولی استثناً سریع براتون یه نمونه کار میرم. شاید به درد خیلی ها بخوره، شاید هم نه. دوباره خودم بهتر گرم میکنم و میخوام ببینید. حرکت لانگ رو خالی میزنیم. لانج فکر کنم، لانگ نیست. بعد آخرش زانو میذارم پایین. آرنج اینجا. این حرکت هم معلم یوگام یاد گرفتم. حرکت خوبیه. دیگه همین، چیز خاصی نی. اینجا دیوار ندارم. اینا یه حرکت دیگه هم می‌خواستم بهتون نشون بدم. خب امروز روز پا داریم. یه روز به شدت سنگین. چیزا رو یادم رفت، کراتینا رو یادم رفت بخورم. اشکال نداره، همینجوری میریم. بعد دیگه آره. بعد من معمولا حرکت اول اسکات میزنم. بعضی وقتا قبلش درون پام میزنم. اسم حرکتش چی بود؟ حتی یاد بگیرم دیگه. بسه ذلت و خاری بسه. بعد این به شما کمک میکنه که وقتی عضله درون پام منقبض میشه با این تمرین، با این دستگاه راحت‌تر میتونم اسکات بزنم. برای همه اینجوری باشه. ولی آره یه ست بریم. خب نشستن رو این دستگاه یه ذره قلق داره. 41 سنگینه یا سبک. با 36 شروع میکنم. همیشه یه وزن کمتر از اون چیزی که هست میذارم. چرا؟ البته بستگی داره چقدر سنگین باشه. آلزو اینجوری میشینید. خب میتونست درون یه ذره بالاتر هم ولی اگر بعد تا جایی که میشه بازش میکنید. من معمولا یه ذره میام بالا که بازتر بشه. بعد دیگه میشینید. من آخرش یه ذره نگه میدارم که این عضله درون پام بیشتر کش بیاد و دوباره میبرم بالا. نزدیک هم میکنم. خیلی از پسرها این دوتا دستگاه رو برعکسش هم اصلا نمیزنن. میگن برای دختراست ولی اصلا عقاید جالبی نیست. به شدت حرکت اساسیه. اولین بار یه ویدیو یوتیوب راجبش دیدم که اسکات شما رو قوی تر میکنه و واقعا هم بود. حالا خیلی تاثیر داره.
بعدش هم یه دستو میذاری زیر این پایه ساپورت میکنی که بتونی بازش کنی. همین. بعدم خب دوباره میبندیش چون میخوای سوارشی دوباره. معمولا من این کارو میکنم. دیگه همین. چیز خاصی نداشت. خب اول خالی میزنیم گرم میکنیم. چه موزیکیه؟ خب امیدوارم یوتیوب سر موزیکا باشگاه کپی رایت نخوره. حیف میشه. با 20 شروع میکنیم. هفته پیش 35 کیلو زدم ولی خوب این کاوری نشده بودم.
این هفته با سیتا تمومش میکنیم متاسفانه. فول رنج هم نبود، خیلی حسابی. همیشه قرار نیست پیروز شی. از بقیه حرکت دیگه 3 تا آخرش رو فقط میذارم. ددلیفت رومانیایی. حواسم نبود. خب بچه ها آخرین ست پشت پا 41 کیلو. ست دوم 41 کیلو زدم چون پام خالی میکنه، به شدت خستم، ولی هنوز 3-4 تا حرکت دیگه داریم تا تموم بشه. برو که بریم. بین تمامی حرکت ها و مزخرفترین درد داره. سه تا آخر جلو پا. واقعا تمومم، ولی خب کار نشد نداره. 73 کیلو. امیدوارم دوربینو نیفته، هی داره بیشتر میچرخه. کجا رفت؟ آخرین ست ساق پا. این دستگاه هم دستگاه جالبیه، تا حالا تو هیچ باشگاه دیگه ندیده بودمش. ست قبل رو 22 تا زدم، 22 تا تکرار، 73 کیلو. ست آخر سعیم میکنم تا 20 تا برسونم. واقعا خستم. شاید بتونید از قیافه هم بخونید. ساعت 10 و 6-7 دقیقه است. 10 دقیقه به 9 فکر کنم تمرین رو شروع کردم. واقعا جنازه.
30 تا. روز پا واقعا هم خستم همینجوری. امروزم بعد سر کار بودم، خالی نبودم. دوربینم هست، خیلی خستم. خدا وکیلی لایک کن، سابسکرایب کن اگه من نمیشناسی. خستگیمو در ببر. تازه باید برم خونه الان. یه نیم ساعت 40 دقیقه که باید دوش بگیرم و بعد سریع یه چیزی بخورم، ویدیو رو ادیت کنم برای فردا آماده باشه. هنوز سرشونه مونده حاج آقا. خب 3 تا آخر سرشونه است. اول 18 زدم بعد 20، ولی بعید 22 رو خیلی خوب بزنم. میخوام حداقل 80 رو بزنم. حالا درست و غلطش مهم نیست، به خاطر همین 20 کیلو رو تکرار میکنم. پرس سرشونه. آخرم نشد. شایست. بعضی روزا روز شما نیست، فقط کنار بیاد باشه. حالا که خالی کرده بذار روشو کم کنه. فقط یه حرکت دیگه مونده، اونم پرس سرشونه با ماشینه. بزن بریم. خب 3 تا آخر پرس سرشونه 15 کیلو. 3 تا قبلی فکر کنم 7 تا زدم، 6 تا زدم، 12.5 کیلو رو. آخرین تمرینه دیگه، واقعا ما ندارم. خلاص. خب بچه ها تصمیم دارم دیگه اسمش چیه؟ دیگه بادی چک نرم، چون خودم نزدیک 6-7 ماه پیش 8 ماه پیش دیگه همیشه اکثر دوره تمرین ها همیشه عکس میگرفتم وقت بعد باشگاه. دیگه از 8 ماه پیش یه سال اینا دیگه عکس هم نمیگیرم، چون دوست دارم چند وقت بگذره درست حسابی تمرین کنم، مکمل تغذیه درست حسابی تغییر رو ببینم. یعنی هر روز دیگه بادی چک گرفتن واقعا ندارم. بحث اینکه بدنم رو دوست دارم نیست. من همین الان
برم تو آینه اتاق خودمون نگاه میکنم حال میکنم. خب ولی پارسال بهش پی بردم، خیلی هم نه وقت خودتو نگاه کنی تو آینه، یعنی یه مدت حداقل. به خاطر همین شاید خیلی بدنسازا تو دوره حج کلا تاپ تنک و اینا نمیپوشن، هودی تنشون اینا. خیلی ها رو من دیدم تو دوره حج اصلا لخت نمیشن، فیگور نمیگیرن. نمیدونم والا داستان چیه، سایکولوژیشه یا چیپس، ولی منم الان حس کردم بی‌معنیه بخوام هر سری بعد تمرین واسهتون میگیرم. خب خلاصه بهتون بگم تمرین امروز از یک تا 10 میخوام بهش نمره بدم 4 تا 6 بیشتر نمیدم. حتی 6 هم به نظرم یه هوای زیاده. حالا چرا؟ اولا اینکه انرژی درست حسابی وقتی نباشه نمیتونی خیلی خوب تا اون حد لازم تمرین کنی. و دوم اینکه لایک و سابسکرایب حتما فراموش نشه. و نظر شما چیه بچه‌ها؟ از 1 تا 10 به تمرین امروز هم چند میدید؟ امشب وقت نمی‌کنم ویدیو رو ادیت کنم، احتمالاً فردا برم تو مدرسه لپتاپ ببرم وسط کلاس یا زنگ تفریح ادیت بزنم، چون فردا کار دارم. بعد مدرسه هم باید به کار دومم بپردازم. خلاص همین دیگه، امیدوارم لذت برده باشید بچه‌ها. دمتون گرم از حمایتتون. دیدم که ویوها بیشتر شده، دم هر کی گرم. اگه شیرش میکنه یا چند بار میبینه دمتون گرم. خلاص خواستم ازتون تشکر کنم.